روز خیلی قشنگیه. خیلی ممنونم از شما از بابت لطفی که به من داشتین، هم در گروه واتساپ و هم امروز محبت کردید و پیام‌های تبریک برای من فرستادید. خیلی ممنونم. واقعیتش اینه که هر سال که میگذره با حضور شما من احساس میکنم که هر بار تولد من نقطه‌های روشن‌تری رو برای من رقم میزنه و افق‌های جذاب‌تر و منظره‌های زیباتری رو به من نشون میده و بابت این از خدای خودم ممنونم. خوشحالم که همه ما در مسیر رشد قرار گرفتیم، در مسیر توسعه قرار گرفتیم، دغدغه‌مند اجتماعمون شدیم، مسئولیت پذیری رو داریم با هم دیگه تمرین می‌کنیم، دنبال رشد هستیم، هدف گذاری داریم برای خودمون انجام میدیم و معیارها و ارزش‌هایی که در مسیر زندگیمون قرار داریم معیارهای والایی هست و هر روز ما داریم به گوهر درونی خودمون بیشتر پی میبریم و اینجاست که معجزه واقعی در کلاس اتفاق میفته و اگر ما میبینیم که این حجم از انرژی مثبت در کلاس حاکم هست و هر بار که ما میایم اینجا کمتر درمونگاهی رو ما میبینیم، کمتر دانشگاهی رو هم میبینیم که توش این حجم از شادی و نشاط باشه و ما اینجا هم درمانگاه داریم، هم دانشگاه داریم، روحیه شاد داریم، لذت میبریم از وجود همدیگه، به همدیگه هر روز داریم انرژی خوب میدیم و این نشون میده که ما مسیرمون مسیر درستیه، مسیرمون مسیر روشنیه. باید قدردان این مسیر باشیم، قدردان این فرصتی که خدا در اختیارمون داده باشیم و من به نوبه خودم مرتب به خودم این آلارم و هشدار رو میدم که گم نشم تو این فضا، تو این مسیری که روشن هست و روبروی ما هست، به حرکت ادامه بدیم و سازندگی، آبادانی، توسعه فردی. یه آرزو میکنم، آرزوی آبادی، آزادی، آبادانی و توسعه کشورمون ایران انشالله در سالهای آتی و سال جاری باشه، برای هممون اتفاقات خوب بیفته، سلامتی، طول عمر، نشاط و شادی رو برای شما و خانواده‌هاتون آرزو میکنم و امیدوارم هر سال از سال قبلتون زیباتر، نیکوتر و بهتر باشه براتون. خیلی ممنون. با اعماق وجودم این ابراز لطف شما رو میپذیرم و حسش میکنم و امیدوارم که بتونم جوابگوی این مدل از محبت خالص و لطف بی اندازه‌ای که اینجا به من میشه باشم. واقعیتش اینه که امروز که داشتیم با آرزای عزیز که از دوستان خیلی خوب من هست و از عزیزان فریخته کشورمون هستن داشتیم میومدیم، گفتم که امسال دارم فکر میکنم که تمام اتفاقاتی که در طول تمام مسیر زندگی برای من افتاده و هر آنچه جریانی که من درش قرار گرفتم، هر آنچه آموختم، هر آنچه سرمایه‌ای که کسب کردم، هر آنچه تجربه‌ای که برای من ایجاد شده، هر مدلی از ارتباطی رو که گرفتم و هر دانشی رو که کسب کردم، تمام اینها رو تبدیل کنم به یک سکویی که فقط روش وایسم و دنیا رو از منظر جدیدتری ببینم و احساس کنم که تازه من متولد شدم با یک اندوخته ای از آنچه که به دست آوردم. به نظرم میرسه که حداقل ما در هر سالی که برای اون تولد اتفاق میفته و سال روز تولد اون هست میتونیم یک مدلی از زندگی جدید رو برای خودمون شروع بکنیم و هر آنچه تغییر مثبتی رو که ما میخوایم در شخصیتمون، در رفتارمون، در منشمون، در گفتارمون و در عملکردمون شکل بدیم رو به واسطه اون تغییر ما یک زندگی جدید رو شروع بکنیم و احساس بکنیم که نو شدن و شکوفایی و درسی رو که ما هر سال از طبیعت میگیریم رو این درس رو تمرین بکنیم و یک زندگی جدید بسازیم. احساس کنیم که ما در نقطه صفر زندگی هستیم. احساس کنیم که خب امروز من با داشته هایی که دارم، امروز با توانی که ایجاد کردم، امروز با لطفی که خدا به من داشته، با نعمتی که در اختیار من هست، ابزاری که در اختیار من هست، امروز میخوام یک مدل از زندگی رو بسازم با دانشی که دارم، با تجربه‌ای دارم، با ظرفیتی که در اطراف خودم میبینم، با محدودیت هایی که در جامعه‌ام هست، با امکاناتی که هست. من چه کار میتونم بکنم که مفید باشم؟ شاید لازم باشه که ما یک تغییرات خیلی
عمیقی رو در خودمون ایجاد بکنیم. شاید لازم باشه که خیلی عوض بشیم، شاید لازم باشه سبک زندگیمون و مدل رفتارمون و مدل گفتمانمون رو خیلی عوض بکنیم. شاید تغییر کوچیک خیلی کمکی به ما نکنه. بسته به شرایط زمانی، بسته به شرایط مکانی و اتفاقاتی که در حول ما داره جریان میفته، ما میتونیم یک نگرش عمیق‌تر، یک نگرش جدیدتری راجع به آینده زندگیمون داشته باشیم و احساس کنیم که خب امروز من میتونم چه مدلی از زندگی رو برای خودم سرلوحه قرار بدم. اینجاست که ما از پوسته خودمون در میایم. اینجاست که از جلد خودبینی و منیت و غرور میتونیم در بیایم که من کیم، من چه کار کردم، من به کجا رسیدم، من چه چیزایی به دست آوردم. فکر کنیم همه اینها امروز به ما داده شده و ما میخوایم باهاش شروع بکنیم. یک زندگی جدید، یک مدل جدید، شاید یک شغل جدید، یک لایف استایل کلا جدید. برگردیم به خودمون ببینیم اگر امروز من با این داشته ها از بیرون به خودم نگاه بکنم چه توانمندی دارم؟ آیا حاضرم به کمتر از ظرفیت و توانمندی که دارم قانع باشم؟ آیا درسته که من از چیزی که هستم کمتر زندگی بکنم؟ یه خورده اگه به خودمون نگاه بکنیم می‌بینیم درونمون خیلی ظرفیت هست. اگه عمیق به خودمون نگاه بکنیم و غرق در زندگی گذشته نشیم و غرق در رفتارمون و ارتباطاتمون و اون چه داره در جریان زندگی ما رخ میده نشیم، میتونیم یک زندگی اثرگذارتر، یک زندگی مفیدتر، یک آدم مهمتر باشیم. چرا که نه؟ هر کدوم از ما اگر اینجوری نگاه بکنیم میتونیم شاهد باشیم که جامعه ما در آینده در مسیر رشد و توسعه قرار بگیره. و تغییر بچه‌ها اتفاقی نیست که یک جایی برای ما رقم بزنن. تغییر رو ما باید خودمون رقم. هر کدوم از ما، من بارها این موضوع تکرار کردم تو کلاس، هر کدوم از ما تو زندگی شخصی خودمون با خودمون باید شروع بکنیم، با خانواده‌مون ادامه بدیم، با اطرافیانمون، با محلمون، با هر اندازه از شعاعی که میتونیم اثرگذاری توش داشته باشیم، میتونیم تغییر به سمت جریان مثبت رو رقم بزنیم. اگه ما خودمون این کارو کردیم، بعد میتونیم انتظار داشته باشیم که یه جای دیگه جامعه به ما بازخورد خوب بده و یه جا تغییر مثبت رو در سطح جامعه‌مون ببینیم. اگر من بشینم مسئولیت رو بندازم گردن دیگران و بگم خب هر وقت سیستم عوض شد، هر وقت شرایط خوب شد، خب زندگی منم خوب میشه. آخه کسی قرار نیست زندگی رو غیر از ما درست بکنه. که اطراف خودمون که میتونیم درست بکنیم. من این تصمیم رو گرفتم و امیدوارم که بتونم در این مسیر موفق باشم. رضای عزیز خیلی خوب این مسئله رو بر من توصیف کرد که شما یک جریانی هست، جریان مثبت. این شما هستی که خودت رو تو این جریان انداختی. آدما نیستن که میان تو مسیر شما قرار میگیرن. یه مسیر جریان مثبتی هست که کائنات اینو تعریفش کرده. به میزانی که ما خودمون رو برداریم بندازیم تو این جریان مثبت، اونجا هم آدم‌های درست سر راهمون هستن دیگه. اگه من خودمو توی جریان دیگه بندازم، معلومه اونجا گرفتاری برام پیش میاد. حالا مسیرهای دیگه هم که میری، قبلا تو مسیر اعتیادم که بودین، چه آدمایی رو باهاشون برخورد می‌کردین؟ مثلا فیلسوف و دانشمند و متخصص که نبودن دیگه. کسایی بودن که موضوع ذهنشون مثل موضوع ذهن شما بود. شما مسیرت رو عوض کردی، خوردی به پست این جامعه که الان کنارشون هستی. همه آغوشا باز، انرژی‌ها خوب، حال خوب، عشق. حالا تو این جریان که قرار گرفتی باید حرکت بکنی. ما حرکت کردیم که راهنمایان شد. شما حرکت کردی، از این پله‌ها اومدی، تو مسیر قرار گرفتی، به درمان میرسی و به درمان رسیدی. حالا اگر ما یک دغدغه بزرگتر، یک مسئله بزرگتر و یک خواسته بالاتری داریم، تو اون مسیر هم باید حرکت بکنیم دیگه. نمیتونیم بشینیم که. این همه ابزار داریم الان، امکانات داریم، اعتبار داریم، کارنامه موفق داریم، خواست و اراده داریم، یک جمع خوبی کنار هم دیگه تونستیم همدلی ایجاد بکنیم. هر چقدر حرکت میکنیم، افقهای جدیدتر برای ما نمایان میشه و ما میتونیم الگو باشیم. تعدادمون کم نیست. ما داریم برنامه‌ریزی میکنیم برای اینکه این مدل درمان رو بیایم تو خیلی از جاهای دیگه به جریان بندازیم. درمانی که مسجل شده، مشخص شده، کارنامه داره، خروجی خوب داره. به هر حال این سال به نظر میرسه که سال سرنوشت سازی باشه برای همه ما. هر کدوم از ما اگر در سال جدید یه دونه تغییر درست رو برای خودمون انتخاب بکنیم و واقعا در جهتش حرکت بکنیم، سال بعد میبینیم که چقدر جلو افتادیم. و بعد از این تغییر بچه‌ها، تغییرات بعدی به شدت راحت تره. این پوسته که شما میکنین، پوسته اول سخته، چون سالها اومده رو تن ما نشسته و هی لایه برداشته.
اینو که برداری یه بار تغییر بکنی، تغییر بعد به شدت راحت تره. شما لذت تغییری که میچشی، تغییر بعدی برات کار راحت تری میشه. من برای شما این تغییر رو آرزو میکنم. به نظرم میرسه که سالی که درش هستیم سال خیلی مهمی هست برامون. امیدوارم که در سال جدید به هر آنچه که استحقاقش رو دارین از بهترین ها انشالله برسیم. سال رهایی باشه برای همتون. انشالله هممون بتونیم به توسعه و آبادی کشورمون هم فکر بکنیم، هم انشالله در مسیرش قدم برداریم. خیلی ممنونم.